وصیت سیوم، فضیلت طلب علم. از قبیسه پسر مخارق رضی الله تعالی عنه روایت است که نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدم و گفت: ای قبیسه، برای چی آمدی؟ گفتم: عمرم بزرگ شد، جسمم سست شده است، آمدم تا چیزی را تعلیمم بدهی که خداوند از آن نفعم برساند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: ای قبیسه، به نزد هر سنگ و درخت و گلی که گذر نمودم از خدا مغفرت می پرسیدند. ای قبیسه، هرگاه نماز بامداد را ادا نمودی پس بگو سبحان الله العظیم و بحمده، یعنی پاک است خدای بزرگ و ستایش او راست، از کوری، پیسی و فلج ایمن میمانی. ای قبیسه، بگو بار خدایا، به درستی که من از آن چیزی نزدت هست میپرسم و از فضلت بر من عطا نما و رحمتت را بر من زیاد نما و از برکتت بر من نازل نما. روایت احمد. این وصیت شریف دلالت بر فضیلت طلب علم می نماید و در حدیث ابو دردا آمده است که می گوید: از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت: شخص راهی را برای طلب علم بپیماید، خداوند راهش را به سوی جنت آسان می گرداند. به درستی که فرشتگان بالهایشان را بالای طالب علم به خاطر خوشنودیشان می گذارند. در حقیقت برای عالم تمام اهل آسمان و زمین، حتی ماهیان در قعر آب طلب مغفرت می نمایند. در حقیقت فضیلت عالم نسبت به عابد مثل ماه شب 14 بر دیگر ستارگان است. در حقیقت عالمان میراثبران پیغمبران هستند و پیغمبران از خود دینار و درهم میراث نگذاشتند. پیغمبران علم را از خود میراث گذاشتند، پس شخص از این میراث بگیرد حصه بسیار بگیرد. روایت ترمذی و ابن حبان. وصیت سیوم، فضیلت طلب علم.